به نام خدا. بار دیگر ما به قصه آمدیم، ما از این قصه برون خود کی شدیم. داستانی که مولانا داره برای ما میگه، ابیاتی که مولانا داره به ما میگه درباره در واقع آگاهی کسانیه، در مورد کسانیه که در روز روشن اینها توانایی درک روشنایی رو ندارن. روز روشنه، به قول حاطف اصفهانی، روز بس روشن و تو در شب تار. یعنی در واقع همه جا روشنایی هست، ولی تو توانایی ادراک روشنایی ها رو نداری، بنابراین تو گرفتار تاریکی هستی، در حالی که اون حجاب از جانب خودت. عرفا به 100 زبان این رو برای ما بیان میکنن، به نحوهای مختلف میگن. بعضی وقتا این رو به ضعف دید ما نسبت میدن، مثل اون داستانی که داستان شاگردی بود که اومد پیش استادش، بعد استادش بهش گفت برو برون آور از وثاقان شیشه را. گفت برو اون شیشه رو برد و بیا. بعد این گفتش که کدوم شیشه رو میگی؟ اونجا 2 تا شیشه هست. گفت نه پسر جان، یه دونه شیشه بیشتر نیست. گفت شیشه 1 بود و به چشمش 2 نمود. بعد این استاد گفت آقا برو 2 تاست، برو 1شو بزن بشکن. این بنده خودم دوبین بود، چشش لوچ بود، رفت یه دونه رو زد شکست به حساب خودش، ولی 2 تا شکست. شیشه 1 بود و به چشمش 2 نمود، چون شکست او شیشه را دیگر نبود. عرض کردم به 100 زبان اینها دارن به ما میگن که این اشکال از شماست. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم دنیا کبودت مینمود. میگفت بنده خدایی بود عینک دودی زده بود، بعد تو خیابون داشت میرفت، همینجوری که داشت میرفت یهو توی خیابون که داشت میرفت یهو بچه‌ش رو دید اونجا، دید تو خیابون بچه‌ش یه دونه خابون زیر گوش بچه‌ش. گفت نصف شبیه تو اینجا چیکار میکنی؟ نصف شب بچه نباید بیرون باشه. یعنی حالا این طنز و این جوک، منظور این که وقتی که تو در برابر چشم خودت یه فیلتری داری، اون فیلترهای ما، اون ذهنیت‌های ما حجاب آگاهی ماست. اگر قرار باشه که ما بتونیم حقیقت رو درک بکنیم، وقتی که من این دفعه اومدم پیش مولانا نشستم، با چه جور ذهنیتی اومدم نشستم؟ با یه ذهنیتی اومدم نشستم که به دنبال خودشکوفایی هستم، به دنبال رشدم. اگر با این ذهنیت اومده باشم، از اینجا یه عالمه چیزها، یه عالمه دستاوردهایی میتونم داشته باشم. ولی یه وقتم هست که این ذهن من، اون فیلترش دنبال چیزهای خیلی پیش و پا افتاده است. تو این دنیا شما نگاه کنید، ببینید آدم‌هایی که وجود دارن. این آدم‌ها درسته که زمینه هاشون ممکنه شما بگی فرق میکنه، ولی خب خیلی از آدم‌هایی که از اوج فقر، از توی خانواده‌هایی که این خانواده‌ها پر از نابسامانی بوده، اینا سر بلند کردن و اومدن به مدارج بالایی رسیدن. و خیلی از آدمایی هم بودن که در اوج رفاه بودن، بهترین امکانات رو داشتن، اینا اومدن به اوج فلاکت افتادن. چرا؟ به دلیلی که هر کسی به دنبال یک چیزیه تو دنیا، تو زندگی. بر اساس اینکه خواستش چی باشه، در واقع اون آدم به تدریج ماهیتی، یه هویتی پیدا میکنه، یواش یواش به رنگ خواسته هاش در میاد. اگر خواسته هاش حقیر باشه، یواش یواش ذهنیتش یه ذهنیت پیش پا افتاده میشه که به دنبال چیزای بیارزش میگرده، ریزبین میشه، تیزبین میشه. ولی این ریزبینی و تیزبینی برای چیزای خیلی خیلی حقیر. به قول مولانا راهها داند ولی در زیر خاک، در اوج پستی، بسیار کنجکاو، بسیار جستجوگر، ولی در اون چیزای با ارزش اصلا هیچ حساسیتی نداره. پس ما بر اساس اینکه نگاهمون چی باشه توی این زندگی میتونیم چیزهای مختلفی رو، یعنی حساسیت چشم شما به دنبال چیه، برای چیه.
بریم ابیات این هفته رو بخونیم ببینیم مولانا این هفته برامون چی داره. روز روشن هر که او جوید چراغ، عین جستن کوریش دارد بلاغ. بیت 2721 گفت که مثلا یه سری آدمایی هستن میان میگن که تو بگوی آفتابا کو گواه، تو به خورشید میگی که ای خورشید تو گواهت کو که تو روشنی، تو گواهت کوش که تو آفتابی. اگر کسی بیاد از خورشید دلیل بخواد برای روشناییش، این نشانه چیه؟ نشانه نابینایی اون آدمه. گویدت ای کور از حق دیده خواه، میگه اگر تو بگوی آفتابا کو گواه، خورشید به زبان حال به تو میگه گویدت ای کور از حق دیده خواه، برو از خدا تو کوری، تو یه مشکلی داری. روز روشن هر که او جوید چراغ، عین جستن کوریش دارد بلاغ. دیگه اصلا دلیلی نمیخواد، همین که یه نفر روز روشنه و میگه که آقا یه چراغی روشن کنی، این نشون دهنده اینه که این آدم کوره، چون روز روشنه، روز بس روشن و تو در شب تار هستی. ور نمیبینی گمانی برده ای، که صباح هست و تو اندر پرده ای. میگه اگر نمیبینی و شک میکنی که صباح هست و صباح هست و تو اندر پرده، صبح ولی تو در پرده هستی، یعنی تو نمیبینی در حالی که روزه. یعنی میخواد بگی که اصل حجاب انسان از درون انسان. کوری خود را مکن زین گفت فاش. میگه اگرم یه وقت همچین چیزی رو متوجه شدی، کوری خود را مکن زین گفت فاش. خاموش و در انتظار فضل باش. خاموش باش، تضرع بکن و به دنبال فضل خداوند باش. اینجا مولانا داره در واقع به ما میگه که ببین شما مرز بین انسان آگاه و ناآگاه به دانش نیست، به دانش داشتن و دانش نداشتن نیست، بلکه به اینه که اون کورسوی درون دل انسان روشن باشه. چون اگر چیزی از جنس آگاهی در درون تو وجود نداشته باشه، هرچی نور در بیرون باشه تو نمیتونی بشناسیش. خب در میان روز گفتن روز کو، خویش رسوا کردن از ای روز جوینده. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، وین نشان جستن نشان علت است. دو تا چیز کنار هم میذاره، میگه صبر و خاموشی جذوب رحمت است. جذوب یعنی جذب کننده رحمت الهی. میدونی چیه؟ یکی صبر و یکی خاموشیه. ما دو جور علم داریم، یه جور علم حصولیه، یه جور علم شهودیه. اینجا مولانا داره در مورد علم شهودی صحبت میکنه، در واقع علمی که مثل یک چشمه ای از درون میجوشه و بیرون میاد. و علم تهاجمیه، علمی که لحظه‌ای به قول عرفا بابی از علم برای کسی باز میشه و یه فضایی از آگاهی برای انسان ایجاد میکنه. میگه این راه به دست آوردنش دو تا چیزه، یکی صبر، یکی خاموشیه. برخلاف علم‌های دیگه‌ای که راه‌های دیگه‌شون راه به دست آوردنشون چیز دیگه است. مولانا به ما هیچ وقت نمیگه که آقا شما اگر علم حصولی هم میخوای به دست بیاری، برو خاموش باش و صبر کن و بشین تأمل کن، از درون تو چشمه‌های حکمت جوشان میشه و بعد مثلا تو پزشک میشی، بعد مثلا تو شیمیدان میشی. اون علم راهش اینه که تو بری به دنبال کسانی که دانشمندان اون دانش هستن، پای صحبت اونا بشینی، اون علم رو به دست بیاری. ولی یه علم دیگه ای هست که
صبر و خاموشی جذوب اونه، جذب کننده اینه، این نوع رحمت، این نوع دانشه. بین نشان جستن نشان علت است و این جستجوگری نشانه بیماری توه. همون جستجوگری که گفت، این که تو در روز روشن به دنبال دلیل روشنایی میگردین خودش نشانه. انس تو بپذیر تا بر جان تو، انس تو یعنی خاموش باش، گوش کن. بپذیر تا بر جان تو، آید از جانان جزای انس تو. آید از جانان جزای انس تو. گر نخواهی، مولانا میگه که خوش اومدید، میگه که خاموشی بحر است، خاموشی بحر است و گفتن همچو جو. بحر می جوید تو را جو را مجو. خاموشی سکوت مثل دریاه و گفتن مثل یک جوی آبه. نه که گفتن راهی نداره به آگاهی، چرا؟ از راه گفت و شنید هم شما میتونی دریافتایی داشته باشی، ولی مقایسه کن ببین دریا با عظمت‌تر و مهمتره یا جوی آب. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو. خدا فسار کنه. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو. بحر می جوید تو را جو را مجو. دریا تو رو خطاب میکنه، دریا تو رو صدا میکنه، تو قابلیت رسیدن به این دریا رو داری، ولی تو با سخن گفتن، اینجا سخن گفتن رو میتونی در واقع اظهار من کردن، من هستی کاذب خودت رو اظهار کردن، اظهار منیت، این مانع به دست آوردن. گر نخواهی نکس پیش این طبیب، نکس یعنی عود کردن بیماری، پیش این طبیب بر زمین زن زر و سر را ای لبیب. لبیب یعنی دارای لب، لب یعنی مغز. ای انسان خردمند، اگر میخواهی این بیماری تو عود نکنه، بر زمین زن زر و سر را ای لبیب. این بیت مهمیه. میگه زرت رو و سرت رو به زمین بزن. یعنی چی به زمین بزن؟ یعنی از همه چیز بگذر. چرا؟ به دلیل اینکه این از همه چیز گذشتن نشانه اینه که تو برای این چیزی که ادعا میکنی برات ارزش داره واقعا ارزش قائل هستی. به خودت ثابت کن. دو تا چیز با ارزش تو میگه ارزشمندترین چیزها تو بذار. بعضی جون حاضرن بدن ولی پول حاضر نیستن بدن. میگفت که اون عبید زاکانی این داستان داره، یه آدم خسیسی مریض شده بود، بعد خلاصه به این کارگزار خودش گفت برو یه تحقیق کن ببین که اگه ما بریم پیش دکتر رو بخوایم دوا درمون کنیم و اینا این چقدر خرج برمی‌داره. این بنده خدا رفت یه بررسی کرد، اومد گفت مثلا 100 دینار مثلا مداوای شما هزینه برمی‌داره. گفت 100 دینار خیلی زیاده. گفت برو یه بررسی بکن ببین اگه بمیریم چقدر هزینه داره. رفت این بنده خدا یه بررسی کرد، اومد گفت 50 دینار. گفت صرف با اینه میمیرید. بعضی از آدما هستن واقعا میگفت پول جون نیست که آدم راحت بده. بعضی آدما اینجوری هم، بعضی آدما برعکسن، ولی مجموعه اینها انگار همه هستی آدم دیگه. آدما یا جون عزیزن یا مال عزیزن دیگه، یا جفتش یا هر دو عزیزن. در هر صورت میگه اگر میخوایی تو ثابت بکنی که مرد راه هستی، پا در راه داری و برات ارزش داره، چون باید به واقع ثابت بشه تا تو آمادگی این چیز رو به دست بیاری. شما ببینید وقتی که
شمس این درس رو به مولانا داد دیگه. وقتی اومد مولانا رو دید مولانا پر از بستگی هاست، پر از وابستگی هاست، پر از بالاخره آدم وارسته‌ای هست به اندازه خودش، آدم دانشمندی هست، ولی همچنان یک سری ریسمان‌های خیلی سختی به پای این آدمه که نمیذاره این حرکت کنه. اومد و خلاصه یکی یکی اینا رو کمک کرد بهش که از شر اینا رها بشه. میگه اگر تو میخواهی این بیماری تو عود نکنه، اگر به واقع فهمیدی که تو دچار یک بیماری هستی، اگر به واقع تو دست کمک به سمت این طبیب دراز کردی، اونجاست که باید از خودت مایه بذاری، باید هزینه بدی، باید هزینه سنگین بدی. چقدر؟ به اندازه‌ای که برات ارزش داره. به همون اندازه تو میری بالا، به همون اندازه‌ای که برای خودت بتونی از اینا گذشت بکنی. ببینید البته این کار خوب کار سختیه دیگه، کار سختیه دیگه. وقتی شما تصمیم میگیری و تصمیم گرفتن یه چیزه و بر تصمیم ماندن یه چیز دیگه است. به دلیل اینکه شما نیت‌های خیلی قشنگی ممکنه بکنی. برای هممون فکر کنم اتفاق افتاده که شما یه نیتی میکنی، میگی مثلا من فلان قد میخوام تو فلان مسیر هزینه بکنم، بعد یه ذره میری جلوتر، بعد میگی که حالا مثلا اینقدر میشه ها. مثل اون بنده خدایی بود که یه چیزی گم کرده بود، بعد یه نذری کرد و بعد یواش یواش وقتی که پیدا شد بعد گفت خدایا اصلا تو مثلا چه نیازی داری که حالا من اومدم مثلا یه نذری کردم، تو که نیاز نداری که آخر. میدونی یه بهانه‌ای آدم پیدا میکنه یواش یواش اون نیت خیلی قشنگی که داشته، حالا یه وقتایی بر اثر یه استراریه، استرار خیلی وقت آدمو آماده میکنه برای اینکه آدم مثل یه موقعی که بیماری میاد، یه موقع خدای نکرده یه عزیزی رو آدم از دست میده، یه موقعی عزیز آدم یه مشکلی پیدا میکنه، اون موقع روح آدم انگار یه مقدار سبکتر میشه. دیدی اینا که میرن بهش زهرا چقدر رقیق القلب میشن تا نیم ساعت؟ منظورشون هم تو وایسن طرفش تو اون لحظه‌ای که اونجا وایسادن خیلی از آدم‌ها، مگه اینکه این آدم دیگه واقعا سنگدل شده باشه، تو اون لحظه واقعا آدمای خوبی میشن. واقعا انگار واقعا یعنی اون لحظه من کف کردم. مامانم انقدر محکمه مثلا اونجا به من ماشین داشتم خوبه یه وقت یادم حقیقت قلبی بشه. آره. به نظرم اگر راه قدیم قصابخانه باشه خیلی بیشتر. میدونید منظور من اینه که اون اتفاق میفته خب، ولی نگه داشتنش سخته. شما یه نیتی میکنی ولی نمیتونی رو نیتت بمونی. چرا؟ به دلیل اینکه یه دزدی هست که اون میاد شروع میکنه هی کارشکنی کردن. اون داستان رو من قبلا براتون تعریف کردم. یه بنده خدای یه بزرگی، حالا نه یه بزرگی رفته بود، خیلی مثلا این غلامش خیلی تعجب کرد، این خدمتگزارش خیلی تعجب کرد، دیدیم بنده خدا رفته تو دستشویی، بعد همون از تو دستشویی داره صدا میزنه فلانی بیا این گفت مثلا چی شده، حالا به حالا زبان امروزی آب قطع شده، چی شده، این بنده خدا گیر کرده اونجا. اومد این در دستشویی رو وا کرد، این کاپشن خودش، این پالتو خودش رو داد به این، گفت اینو ببر بده به یه مثلا یه فقیری، به فلانی، به فلان. این بنده خدا هم گرفت و برد اینا. گفت بعدش اومد به این بنده خدا گفت آقا ببخشید حالا تو اون وضعیت حالا شما میومدی بیرون بعد این کارو میکردی. گفت نه من ترسیدم بیام بیرون پشیمون بشم. یعنی میگه یه وقتایی تو باید یه چیزایی رو از خودت بدزدی، چون که تو لایه هستی، این لایه های پاک درون تو وقتی که یه پیامی به تو میده اصلا دلیل، یعنی اصلا قطعی نیست این که بعد لایه های دیگه تو کار اینا کارشکنی نکنه. من بیرونی ها رو کسی کار ندارم که مثلا یه آدمی میاد مثلا یه نذری میخواد بکنه، چه میدونم یه پولی میخواد به کسی بده، بچه‌هاش میان میشینن میگم ماما این پول میدونی چقدر، بعد اینو مثلا منصرفش میکنن، اینا رو کار ندارم.
عین همون داستان میگه در درون خودتو وجود داره. بنابراین وقتی که داغه اون رو خودت باید یه جوری به چیزا بهش میگن توی روانشناسی بهش میگن خود مهارزنی. خود مهارزنی یعنی خودت رو در موقعیتی قرار بدی که دیگه نتونی برگردی. خودت رو تو موقعیتی قرار بدی که دیگه نتونی برگردی. مثل موقعی، من یه مثال بزنم، مثل موقعی که تو میخوای، یه مثال کاملا عینی و ظاهری میخوام بزنم برای خودتون مثالش رو بگیرید. یه موقعی که تو تصمیم میگیری که میخوام از ورزش بکنم، میگی میخوام برم ورزش، میبینی نمیشه، بعد تو یه لحظه بلند میشی ثبت نام میکنی. وقتی که ثبت نام میکنی توی موقعیتی خودتو قرار میدی که دیگه پوله رو وقتی دادی مجبوری بری. به میگن خود مهارزنی. یعنی وقتی که توی تصمیم خوبی گرفتی، اون تصمیم تو میری با یک کسی در میون میذاری که با اون آدمه رودرواسی داری، به خاطر رودرواسی که با اون آدمه داری مجبور میشی اون کارا رو انجام بدی. توی کارهای خوب خیلی وقتا خوبه که آدم خودشو توی موقعیتی قرار بده که نتونه برگرده. بعد رسیدیم اینجا. خلاصه پس گر نخواهی نکس پیش این طبیب، اگر میخوای این بیماری عود نکنه، بر زمین زن زر و سر را ای لبیب. ای که تو خردمند هستی، باید از اینها بگذری و وقتی که از اینها گذشتی باید بدونی که این گذشتن به سادگی نیست. به سادگی نیست. وسوسه های مختلفی بعد میاد آقا چه کاری هستن، چه کاری؟ مثل اون شیخ اقطع بود که تو خود مثنویه دیگه، که یادتونه داستانش که خوندیم. یه بنده خدایی نشسته بود و با خودش نذر کرده بود، یه نذری کرده بود که من زیر این درخت نشستم، بعد اگر مثلا از این درختی که اینجا هست میوه افتاد من میخورم، اگه نیافتادم نمیخورم. درختم پر میوه بود. بعد حالا این بنده خودم دیده بود میوه میفته دیگه. بعد یه دوستا میوه افتاد، بعد یه 2-3 روز گذشت اصلا هیچی نمیفته. بنده خدا گشنه و اینا. بعد حالا مثلا یه یواشکی یه لگدی زد به این درخت، 4 تا افتاد و خورد و اینا. بعد تو همین حین که این اتفاق افتاد و این کارو کرد، یه تعداد راهزن اومده بودن از قصر پادشاه هم دزدی کرده بودن. اینا اومده بودن توی همون گوشه کنارا و توی این مثلا دور و بر اینجا نشسته بودن، داشتن این اموال دزدی از قصر پادشاه رو داشتن تقسیم میکردن. خلاصه این چیزا هم مامورای حکومتی هم ریختن، همه اینا رو گرفتن و این چیزا هم اومد، داروغه بود چی بود این گزمه هم، سرکرده گزمه هم اومد دید اینا رو، اینم بدبخت با اونا گرفتنش. همونجا دستای اینا رو قطع کردن، داغ تا اینکه بعد یکی اومد گفت آقا این میدونید کیه؟ اینو شناخت. و این میدونید که این بنده خدا سرکرده گزمه هم به لرزه افتاد. گفت آقا به قرآن من نمیدونستم، عجب اشتباهی کردیم. و اینا بردن اینا رو پیش پادشاه. گفت نه، این بنده خدا خودش گفت نه من میدونم آخه از اینا از پادشاه دزدیدن، من از یکی دیگه دزدیدم، من از یه جا دیگه دزدیدم، من از همه این بدبختا هم به خاطر من گیر افتادن. دزد اصلی منم که به سر عهد و قرار خودم نموندم. خب حالا گر نخواهی نکس پیش این طبیب، بر زمین زن زر و سر را ای لبیب. گفت ما 2-3 تا بیت دیگه داریم، 2-3 تا بیت هم میخونیم، اگر توضیحی موند میذاریم برای جلسه بعد. گفت افزون را تو بفروش و بخر، یعنی این حرفای بیهوده‌ای که به حساب کن با خودت، محاسبه کن با خودت. هر کسی تو هر نقطه‌ای که قرار داره، من قرار نیست مولوی بشم، مولوی حسابش فرق میکنه، جایگاهش فرق میکنه. حرفای بیهوده من کجاست، کیه، با کیه، چقدر، درباره چه موضوعاتی، یه حساب کتابی 2 تا 4 تا یه دونه چیز کنار دست خودم بذارم اینا رو برای من محاسبه کنه، ببینم. گفت افزون را تو بفروش و بخر، بذل جان و بذل جاه و بذل زر.
گفت افزون یعنی حرف مفت، حرف بیخودی، حرفایی که هی داری فضولی میکنی، تو همه چی داری فضولی میکنی، یه چیزایی که اصلا به من ربط نداره در موردش حرف میزنم. میگه اینا رو بیخیالش بشو، به جاش چه چیزایی رو بخر. در واقع این چیزایی که میگه بخر در ظاهر همه بخشیدنه، ولی میگه از راه بخشیدن هم میشه به دست آورد. بذل جان و بذل جاه و بذل خر، بذل جان و بذل جاه و بذل زر را بخر، اینا رو بخر، بذل کردن را بخر. پارادوکس دیگه، بخشیدن رو بخر، از راه بخشیدن به دست بیار، از راه دادن اگر تو تونستی به دست بیاری، اون موقع تو هنرمندی، اون موقع تو کیمیاگری. تا ثنای تو بگوید فضل هو، که حسد آرد فلک بر جاه تو. اون موقع فلک بر جایگاه تو حسد میبره، حسرت میخوره و فضل خداوند ثنای تو را خواهد گفت، تو را مدح خواهد کرد. چون طبیبان را نگه داری دل، طبیبان را دل نگه دارید، یعنی دل طبیب الهی رو به دست بیاری. چون طبیبان را نگه دارید، یعنی واقعا همراه سلوک باشید، واقعا در راه سلوک باشید، نه که در ظاهر، نه که با کلام، نه که با کتاب، نه که با تظاهر، نه که با کلاه، نه که با لباس. چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. اون وقت اگر شما دل طبیب رو به دست بیارید، خود ببینید، یعنی حقیقت خودتون رو میتونید ببینید. اگر در راه سلوک به راستین باشید، به طور واقعی در مسیر سلوک باشید، اون موقع با خودتون آشنا میشید. طبیعیه که وقتی با خودت آشنا بشی خجل میشی. تو که خجالت زده نیستی، دلیلش اینه که هیچی نمیبینی. این جوی آب یا این حوض آب روش خیلی زلال شفاف خوره، تو نمیتونی این حوض رو تمیز کنی بدون اینکه اینو به همش بزنی. بله حال خرابی هم داره، به قول معروف حتما حال خرابی داره. همش اینجوری نیستش که تو پا توی راه خودشناسی بذاری بعد حالم خوب بشه. نه، کی گفته هم چیزی؟ یکی از چیزهایی که تو در راه سلوک اتفاقا درست داری حرکت میکنی اینه که یه جاهای حالت خراب بشه. چرا؟ چون با واقعیت روبرو میشی. اون که داره میگه بیا همش حالت خوب میشه، داره کلاه میذاره سرت، مثل کسی که داره مخدر میده به تو. تو هی داری سرپوش میذاری، مسکن میده به تو، سرپوش میذاری رو دردهای خودت، رو زخمهای خودت، مداوا نمیشی. اگر بخوای مداوا بشی، یه وقت داغ کردن داره، حالا به حساب دقیق، یه وقت جراحی داره، یه وقت شیمی درمانی داره. درمانهای سختی اینجا هست، حالت خراب میشه، بالا پایین داره، هزینه داره. چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. بیماری ها تو میتونی کشف بکنی، تو آگاه نیستی، اصلا 1000 تا بیماری در درون توه، ولی چون تو نمیشناسی این بیماری ها رو خوشحالی. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از هدی است، یعنی از هدایت الهیه. و این طبیبی هم که داره این کار رو انجام میده، اونم از طریق اتصالی که داره انجام میده، خودش کاری نیست، خودش وسیله است.
این طبیبان را به جان بنده شوید تا به مشک و عنبر آکنده شوید. این طبیبان را به جان یعنی از صمیم قلبتون، یعنی ارادت واقعی پیدا بکنید، یعنی تمام اون چیزهایی که هست رو سعی کنید بزنید کنار و اون آدم رو اون طبیب رو در قلب خودتون جا بدید تا اون وقت به جای این بوهایی که از درون شما میاد تا به مشک و عنبر آکنده شوید، تا مشام جانتون در نهایت معطر بشه.